با احترام در خدمت استاد علی اصحابی نازنین هستیم، خواننده خوب و برجسته کشور و صدا و سیما. با افتخار انشالله از این تاریخ، از تاریخ 10 عرض به خدمت شما تیر ماه 1402 به عنوان مدیر برنامه‌ها، مراسمات، کنسرت‌ها و رسانه‌ای علی اصحابی نازنین رو انشالله با افتخار به عهده خواهم داشت. بتونیم در خدمت باشیم. علی جان بفرمایید. سلام، عرض ادب. خیلی مخلصیم، ارادت داریم. هرکی که تصویر من رو ببینه، صدای من رو میشنوه. اینکه دکتر شکوری عزیزم تایم زیادی با هم قدیم تا الان کار میکردیم، ولی به این صورت که منیجر من باشه نبوده، ولی از الان به بعد ایشون جزو دوستان نزدیک و منیجر ما شدن. از این بعد این رو اعلام کردم که دوستانی که برای برنامه جدید کاری دارن با افتخار با دکتر عزیزم در تماس باشن. متشکرم. یا علی، خدا یارتون. یا علی.